با سلام خدمت همه دوستان عزیز. چند نکته مهم در مورد روانکاری قسمت مکانیکی دوربین. اول اینو بگیم دستکاری دوربین نکنید، بخصوص قسمت داخل. فکر نکنید هر چیزی باز و بس کردنه، ضرر به دوربین میزنید. این تنظیم میخواد، باید کارو به کار دست بر. و همینطور قسمت بیرون با دوربین ور نرید. جز این مواردی که من میگم اینم به خاطر اینکه به خاطر روانکاری دوربین بهتر کار خودش رو انجام بده. این قسمت های لولا میبینی به مرور خوش میشه. مثلا این دوربین تنظیم نمیخواد، سرویس نمیخواد، لازم نیست ببری پیش تعمیر کرد. اینا رو خودت میتونی با یک قطره عظیم، یک قطره سرخ خیاطی روغن، یک قطره به اینجا میزنی، یک قطره به اینجا، یک قطره به این قسمت لولا. چند بار باز و بست میکنی، میذاری 10 دقیقه رو بمونی. بعد دوباره چند بار باز و بست میکنی، از این قسمت ها میاد بیرون. از این قسمت ها که اومد بیرون چند بار با دستمال خوش میکنی. کمی سلیقه به خرج بدید، دوربین روغنی نکنید. و همینطور این پیچه فوکوس رسوب میگیره، به امرو رسوب میگیره. اینا را کمی گریس بذارید. این 3 تا پیچ داره، ششمی 3 تا، این قسمت هم 3 تا، جمعا 9 تا پیچه. و این رازبه داخل فوکوس هم میبینی خوش میشه. باید شیء باریک یک کمی گریس مخصوص میزنی یا گریس بولبرینگ، اونم میشه اینجوری باز و بست میکنید. چند بار گریس رو بکشه داخل، روان کنید. اینا را بعد در مورد تمیزکاری لنز ها، تا میتونید دستمال به لنز نزنید، خودداری کنید. مگر خیلی کثیف باشه لنز ها مجبور باشید. اونم قبل اینکه با دستمال خیلی نرم، قبل اینکه تمیز کنید باید فلچه اینا رو تمیز کنید. دستمال هم فشار ندید، لنز ها فشار بیارید، آهسته باید تمیز کنید. مگر خیلی لازم باشه، وگرنه خودداری کنید از تمیزکاری لنز ها. موفق باشید.